سلام به یه ویدیو دیگه برای پیدا کردن کار توی 6 ماه که الان شده حدوداً تقریباً 5 ماه خوش اومدین. بالاخره بعد از اون کاری که توی آپورک گرفتم توی پروفایلم زد که این کاربر بالاخره توی آپورک درآمد داشت و یه مثبت $100 توی پروفایلم نشون میده. و خب الان حداقل من یه استپ رفتم جلو و این باعث میشه که خب بقیه که میخوام بهم کار بدن بهم اعتماد کنن، بگن خب این قبلا اینجا کار کرده و درآمدم داشته و خیلی خوب بود. خیلی خوشحالم از این بابت و یه پروژه دیگه گرفتم. کلن سعی می‌کردم مثلا حالا پروژه هایی که توی واسه مثلا هلندم هست رو سرچ کنم، ولی اکثر پروژه ها اینجوریه که تو باید هلندی بلد باشی و من چون اونقدر هلندیم خوب نیست نمیتونم واسهشون اپلای کنم. اصلا خیلی ها واسه من درخواست کار حتی خودشون فرستادن که ولی خب نیاز داشتن به کسی که هلندی قشنگ فلوئنت باشه و من چون هنوز اونجوری نیستم همشون رو مثلا رد کردم. ولی یه کاری دیدم که واسه یه حالا کمپانی توی سنگاپور بود و می‌خواستن یه دونه ریسرچ انجام بدن توی آمستردام. خب حالا پروژه چی بود؟ پروژه این بود که من برم از اون نمادهای دیجیتالی برای توریستا از توی آمستردام عکس بگیرم و بعدش هم مثلا یه داکیومنت بهشون تحویل بدم، یه حالا PDF که توش مثلا در مورد اطلاعات اون نوشته باشه و خیلی هم وقتم نمیگیره و من اون کاره رو گرفتم و رفتم براشون عکس‌ها رو گرفتم و فقط مونده که روی داکیومنتش کار کنم. خیلی جاها رو گشتم ولی انگاری که تمام اون چیزایی که از من میخوان همشون تو قسمت سنترال استیشن و خسته شدم. خیلی خسته شدم. دلم یه نوشیدنی خیلی خنک بود. فکر کردم خیلی هوا سرده ولی واقعا گرمه. تو خونه چرا انقدر سرده اگه بیرون انقدر گرمه؟ خیلی برعکسه. آره ولی انقدر هوا خوب و قشنگه دلم نمیخواد برم خونه. استارباکس به نظر من، حالا همه ایرانی ها میگن قهوهش خوشمزه نیست ولی نوشیدنی خنکش یه چیزی فراپاچینو داره. حالا اگه امتحان نکردین امتحان کنین. بعد من فراپاچینو چی بود اسمش؟ چاکلت داشت ولی نه چاکلت اسمش نبود، فراپاچینو کوکی بود فکر کنم. الان میگم اونجا اگه ببینم یادم میاد چی بود. خیلی سرم یه ماه تو استارباکس کار کردم. استارباکس یکی نزدیک ما باید نزدیک اینجا باشه. بذار ببینم کجاست نزدیک ترین بهم. خیلی نزدیکه، 3 دقیقه پیاده. باید برم اینوری؟ نه باید برم اونوری. خیلی نزدیکه و من خیلی تشنمه و الان اینو میخورم قشنگ جیگرم حال میاد.
میکنم دیگه پا میشم میرم خونه، چون حس میکنم که واقعا اون چیزی که اونا میخوان و من همینقدر میتونم، یعنی چیز دیگه ای واقعا نمیدونم باید چی عکس بگیرم دیگه. پا میشم میرم خونه و تهش میگن یه بار دیگه بیام دیگه، واقعا حوصله ندارم بیام، ولی حالا منم حاضر شد بریم ببینیم چه خبره. Lena? Yes. Here you are. You have a stroller? Yes. Thank you so much. Enjoy. Thank you. ببین اگه میرین که استارباکس چیز بگیرین، فراپاچینو بگیرین، حتما ببین هم جاوا چیپ داره هم چاکلت چیپ، واقعا یادم نمیاد. آره چاکلت چیپ داره. بعد مثلا اگه خیلی حس میکردین براتون چیزه، واسه چاکلت چیپ مثلا این سایز گرانده 3 تا پامپ چیز میزنن، سس شکلات میزنن، مثلا میتونین که سس شکلاتش رو 2 تا پامپ بزنه، یه دونه پامپ بزنه مثلا کمتر میشه. بعد ویپ کریم هم میخواین یا نمیخواین. بعد مثلا اگه کافی دوست ندارین میتونین بگین که کافی نزنه واسش، قشنگ میتونه یه فراپاچینو واسهتون درست کنه. حالا مثلا اگه مشکل دارین کافی نمیتونین بخورین، واسه همین اونم میشه. بعد یه مدل دیگه هم هست بهش میگن کرم بروله، خیلی تلفظش سخته واسه من. کرم بروله یکم مثلا فرانسوی اگه اشتباه نکنم، اونم بعضی دوست دارن ولی من دوست ندارم. اونم اگه دوست داشتین امتحان کنید، ولی من از همیشه این چاکلت چیپ رو بیشتر دوست داشتم فراپاچینوشو. میگه خورده های شکلات میاد زیر زبونه با مزه کافی، به نظرم خیلی خوبه. ولی بقیه چیزای استارباکس به نظرم به درد نمی‌خوره، مثلا کافی‌هاش خوب نیست. این خیلی خوبه. یعنی جمعاً تا اینجا من تونستم از آپورک حدود $363 در بیارم که خیلی از این بابت خوشحالم که بالاخره داره یه نتیجه هایی میبینم ازش. ولی البته میدونم که تازه این خیلی اول کاره و هنوز خیلی راههای بیشتری رو باید برم، چون به خاطر اینکه همونطور که گفتم دارم دوره دیتا آنالیز یاد میگیرم و نرم افزار SQL که کلا تموم شد. این هفته فوکسم روی یاد گرفتن نشون دادن نمودارهاست، حالا مثلا بر اساس نمودارهای مختلف دیگه، و نرم افزار JMP رو دارم یاد میگیرم. یعنی که اصلا اون بابت این که دارم خودم رو آپدیت میکنم و سعی کنم که کلا سویچ کنم روی دیتا آنالیز، اون اصلا سرجاشه. ولی آقا من دیدم اصلا خیلی واسم عجیبه. من همونطور که مثلا گفتم و همه دارن میگن که اوضاع جاب مارکت کلا افتضاحه تو جهان، و من برام جالبه که انگاری الان شرکت‌ها بیشتر ترجیح میدن که مثلا آدم‌ها رو به صورت فریلنسی بگیرن. خب انگاری مثلا میدونی هیچ تعهد اونطوری ندارن در قبال این آدم دیگه، و هر لحظه که مثلا حس کردن شاید مثلا این آدم مناسبشون نیست میگن آقا برو شب بخیر خدافظ. واسه همین نمیدونم خیلی برام عجیبه. مثلا تو همین آپورک پروژه هایی که مثلا واسه همین دیتا آنالیز زیاده. بعد آخه مثلا میدونی من به نظر من داده های مثلا یه شرکت خیلی چیز ارزشمندیه، تو همینجوری نباید مثلا در اختیار آدمای رندوم قرار بدی. نمیدونم به نظر من خیلی چیز عجیبی بود. ولی حالا در نظر میاد که هدفم اینه که یکم حالا مثلا یکم جلوتر برم و برم سویچ کنم رو این. ولی ببین من یه چیزی رو فهمیدم. ببین حالا اگه بین خودمون بمونه، اگه شما هم چیزی رو فهمیدم که شما هم به نظرم کمکم کنین. الان حس میکنم آدمای زیادی رفتن حوزه دیتا و یه جوری اشباع شده. من نمیدونم که همچنان، حالا من این دوره‌ای که شرکت کردم و میرم، نمیدونم که من خودم رو تو این حوزه نگه دارم یا تو همون کار QA که تست کردن نرم افزاره برم اتوماسیونش هم یاد بگیرم و اون یه جوری باید مثلا همین پایتون و SQL اینا رو بلد باشی. ولی حس میکنم اون ورژن مثلا یکم شاید بهتر باشه و من خیلی حالا منوال تست خیلی چیز دانش چیزی نمیخواد، ولی من واقعا توش خوبم.
چون به خاطر اینکه یک کمم از بود تکنیکال میدونم، واسه همین و یو آی یو ایکس هم مثلا میدونم، واسه همین خیلی تو این بود خوبم و اصلا دلیل همین کار اولی که تو آپورک گرفتم و الان مثلا از طریقش هم درآمد دارم ازش واسه همینه. واسه همین من نمیدونم که بهتر اینه که برم مثلا اتوماسیون یاد بگیرم تو کیو یا مثلا همون دیتا آنالیزر رو مثلا پیش ببرم. میدونین اصلا از این شاخه اون شاخه پریدن هم کلا یه چیز کار کثیفیه دیگه، همش مثلا این ورم اون ورم، مثلا به خاطر جاب مارکت هی مثلا این شاخه اون شاخه بپرم به نظرم کار قشنگی نیست و حالا این اتوماسیون هم قطعا طول میکشه. نمیدونم واقعا باید چی کار کنم، اینش خیلی رو مخه. همین دیگه. مرسی که تو این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که زودتر اون اتفاق خیلی خوبی که برای هممون قراره بیفته. متشکرم. بای بای.